بیا رایان اینو ببر خونه، بعد توش خاک بریز. خب بعد خاک رو ببر عقب‌تر، بعد بگو خراب نشه. اینجوری خالی میشه. خب ما با اینا بازی میکردیم، خاک میریختیم توش یا سنگ و اینا، بعد میبردیم مثلا از اینجا این ور خونه این ور حیاط میبردیم، اون ور حیاط میگفتیم صداش هم خودمون در میآوردیم. بعد میرسیدیم بعد میگفتش خالی کن، خالی میکردیم و بعد برگشتیم رفتیم یه جا دیگه. خدایا ما رو جوون حساب کرده بودم. خدایا چرا یا برای بندت اینجوری میخوای؟ بیا یادت نره پس من چجوری بازی میکنم باهاش. آره خاک میریزم توش قشنگ. اگه به من زنگ بزنی منم میام تو حیاط خونه با هم گناهی کردم. خیلی هم عالی. حتما. خدایا به خاطر خانواده‌اش خدایا یه نظری به این مرد بیفکن. چی میگی؟ دارم برای که از دوستام دعا میکنم. داشتم جناب خواهی خیلی چیز باحالیه، داشتم بهش یاد میدادم. ببین داشتم بهش یاد میدم که این چه جوری باید باش بازی کنه، چون ما با اینا بازی میکردیم دیگه. خب چیه؟ خدایا به خانواده‌اش رحم کن. خدایا چرا؟ به خانواده کی؟ کی با کی در مورد کی داری صحبت می‌کنی؟ جناب به منم بگو. شاید کمکی از دستم بر بیاد. بگو در مورد کی داری حرف می‌زنی؟ از تو ابدا کمک بگو اشکالی نداره بابا. جعفر به منم بگین چی شده؟ عزیزم جعفر عزیزم بیا ببینم چی شده جناب خانم. جعفر سیبیل چی شده؟ بیا خب بابا بیا جناب خانم بیا ببینم چی شده، به خودم هم بگو ببینم چی شده، من نمیدونم چه اتفاقی افتاده.